قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. بگو آیا کسانی که می‌دانند و کسانی که نمی‌دانند برابرند؟ همانا تنها خردمندان پند می‌پذیرند. الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد، اونچه که موضوع امشب خواهد بود به حول الله و قوته، یکی از مسائلی هست که در عرصات و صحنه‌های قیامت با آن برخورد خواهیم کرد. البته این رو بدونیم که وقتی میگیم قیامت برای خودش مراحلی رو دارد که طی میکنه. همونطور که ما در همین عالم تا اتمام عمر این زمین، همونطور که زمانی شروع شده تا باید به انتها برسد، رسول الله صلی الله علیه و سلم در احادیث متعددی علائمی رو ذکر می‌فرمایند به عنوان این که دیگر چه زمانی عمر زمین به اتمام خواهد رسید. علائم متعدد است. یک سری علائمی که گذشته و رفته که معمولا علما این قسمت رو تقسیم میکنن به عنوان علائم صغرا، یک سری علائمی که گذشته و رفته، یک سری مسائل که در حال رخ دادن است، یک سری مسائل که در آینده رخ خواهد داد. به این قسم میگن علائم قیامت صغرا. قسمت دیگر علائم قیامت کبرا هست که دیگر آمدن قیامت 100% هست. اون علائم دهگانه‌ای که رسول الله صلی الله علیه و سلم در احادیث متعدد اشاره فرمودن، مقدمه آمدن دجال که اولین مرحله هست با جنگی شدیدی هست که بین ما و بین مسیحی ها رخ میدهد که منتهی میشد به پیروزی مسلمین، البته با تعداد شهدای بسیار زیاد. و از اون مرحله دیگر آمدن دجال است تا اون در 10 تا مسئله آمدن عیسی و یعجوج و ماجوج الی آخرش که دیگر عمر اتمام زمین به اتمام خواهد رسید. بحث ما از این قسمت نیست. اینجا اون چیز سخن گفته می شود بحث روی خود کره زمین است و انتهای خود عمر زمین. بعد از اون است که دیگر نفخ صور می شود و اون چیزی که در زمین است از بین رفته، زمین و همه چیز تغییر پیدا می کند و انسانها در روزی قرار می گیرند بعد از نفخ دومی که مدت زمان آن 50,000 سال خواهد بود. چیزی که به گوش همه ما آشنا هست. مدت زمانی که دیگر انسانها خسته می شوند، مدت کوتاه نیست. 50,000 سال ایستادن، کسی غرق در عرقش تا سینه و کسی تا گلو و کسی تا گلوگاه خیش شد، بعضی در دهنشون رفته غرق در عرق خیش هستن. زمان سختی بر تمام انسانها خواهد بود. این است که در آنجا به دنبال انسان میگردند تا شفاعتی کند و اونجا کسی نیست که این شفاعت را بکنه به درگاه خداوند عزوجل که این 50,000 سال خلاصه به اتمام برسد و حساب و کتاب شروع بشود. و اون شخص کسی نیست مگر رسول الله صلی الله علیه و سلم که خود بیانگر عظمت شخصیت رسول الله صلی الله علیه و سلم است که برای همه خلائق در اون صحنه معین و مشخص خواهد شد که تنها کسی که میتوند شفاعت بکند به عنوان شفاعت عظما فقط رسول الله صلی الله علیه و سلم است. جای افتخار برای ما دارد که ما متبع چنین انسان والایی هستیم. جلوتر میریم بعد این شفاعت است که حساب و کتاب. پس پایان این 50,000 سال که تمام میشود، بحث حساب و کتاب شروع میشه از اینجا به بعد. حال مسائل شخصی خود انسان است، مسائلی که ربط به دیگران دارد. از خود انسان اولین مسئله که سوال می شود بحث نماز انسان است. از حقوق دیگران بحث خونها هست، برخوردی که انسان با دیگران داشته. این مسائل خواهد بود که بازم بحث ما بازم جلوتر است. میریم جلوتر تا زمانی که دیگر این حساب کتاب ها شد، یعنی این حساب ها وقتی شد میرسیم حال به مرحله میزان. حال خداوند عزوجل توفیق داد
انشاءالله سعی میکنیم همه این مسائل رو قطعه به قطعه جدا جدا به ترتیب وار اونطوری که در احادیث رسول الله صلی الله علیه و اشاره شده اشاراتی بکنیم. بعد از این که حساب و کتاب ها شد، منظور از حساب یعنی این که بیایم آورده می شود در اونجا و خداوند عزوجل خوبی ها و بدی های انسان ها را از هم جدا می کند. این مرحله حساب است. بعد از حساب مسئله میزان مطرح می شود. این دقت رو داشته باشیم، یک موقع اشتباه نگیریم که اول میزان است وزن میکنن بعد حساب میکنن. این طور نیست، بلکه بدایت کار اعمال حسنه و سیئه رو از هم جدا میکنن، جدا گذاشته میشود. خوبی ها، احسان ها، نیکی ها، نمازها، صدقه ها جدا گذاشته می شود. خطاها، گناهان، معصیت ها، تخلفات از امر رسول الله صلی الله علیه و آله، بی‌نمازی ها، اینا هم جدا گذاشته می شود. کفرم که به جای خودش سر جای خودش هست، همه اینها جدا گذاشته می شود. حال مرحله بعدی میخواهند این اعمال رو وزن بکنن که موضوع ما اینجاست، گذاشتن میزان در درگاه خداوند عزوجل که خداوند در مورد بندگانش حکم بکند. زمانی که خداوند اشاره میکنه در قرآن و نضع الموازین القسط لیوم القیامه، اون زمانی که ما ترازوهای میزان یا میزان حقیقی رو قرار میدهیم و نضع المیزان، پس خداست که قرار میدهد. طبعا این ترازوی بسیار دقیقی خواهد بود. فلا تظلم نفس شیئا، هیچ ظلمی به انسان نمی شود، کاملا دقیق است. از هر مثقال و ذره حساب به میان می آید که چطور خواهد بود و چطور باید باشد. و این کان مثقال حبت من خردل اتینا بها، اگر به اندازه خردلی هم باشد، چه حسنه چه سیئه، اونجا آورده می شود تا یک موقع کسی ادعا نکند که به من کوچکترین ظلم شده باشد. و خدا میگوید و کفا بنا حاسبین، همین بس است که ما حسابگر هستیم. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. بحث حساب از مثقال است و نه از کیلو و تن و چیزهای دیگر، بلکه میگم بحث اینجاست. این است که لقمان هم علیه السلام وقتی یا رحمه الله بگیم جالب تر باشد، وقتی فرزندش رو در اون نصیحت‌های زیبایش در قرآن اشاره می‌کند، یک نصیحت‌ها و راهنمای فرزندش هم همین میگوید که یا بنی انها ان تکن مثقال حبة من خردل فتکن فی صخرة او فی السماوات او فی الارض یأتی بها الله. خدا همین رو خواهد آورد. چیزهایی که انسان به ذهنش حتی نمیآید، فراموش کرده، در سن 18 سالگی انجام داده، 20 سالگی یادش نمونده، در سن 50 سالگی و 40 سالگیش، لیکن همه اون مسائل در آنجا جلو رویش گذاشته می شود و از قطعه اون سوال و بازخواست شده قبلا، الان از اون میگم وزن می شود. میزانم گفتم میزانی بسیار دقیقی هست، بسیار دقیق. شاید در دنیا افرادی باشند در مرور میزانشون با دسایس متعدد بتونن سر دیگران کلاه بگذارن، وزن رو کم و زیاد بکنن، ولی اونجا در جای این چیزها وجود ندارد. به این دلیل قرآن همیشه تأکید میکند برای مسئله وزن که در این دنیا انسان مومن روی قضیه وزن خودش و عدالت خودش دقیق باشد. درسته که در آیاتی که در سوره الرحمن وجود دارد بیشتر بحث عدالت وجود دارد، لیکن 3 بار تکرار شدن کلمه این میزان در این سوره نکاتی دارد که علما رحمه الله به اون اشاره میکنن. وقتی خدا میگه و السماء رفعها و وضع المیزان، و السماء رفعها، آسمان را برافراشت، آسمان را خداوند برافراشت و اشاره میکند و وضع المیزان، و این کانون آفرینش و بردن آسمان به بلندیش با یک نظام دقیق و عادلانه است، هیچ چیزی نقصی ندارد، بلکه دقیق، خیلی مناسب و اون طوری که باید باشد هست. بعد اشاره میکند پس این یک میزان در کل، در قضیه آفرینش. در آیه بعدی اشاره میکند الا تطغوا فی المیزان، شما در میزان زیاد و کم نکنین. این آیه علما میفرمایند که مد نظر آیه بحث های مسائل اخلاقی و اجتماعی هست، از اون دایره بزرگتر کمی نزدیکتر آمد.
که در امور برخوردها هم با هم عدالت رو رعایت بکنین، اونجا هم در برخوردها با هم بگونه‌ای باشد که ظلم وجود نداشته باشد. و آیه آخری هست که اشاره میکنه به اون مسئله خاص خود وزن، و اقیم الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، و به پا بدارین بازم وزن، اونم با قسط، با دقت خاص خیش که دارد همونطور رعایت بکنیم. و اقیم الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، و شما در این میزان کم و کاست هم نکنیم. اینجا بحث خود میزان است، میزان خود دنیا ترازو، بحث ترازوی هست. جالب که میگه اقیمو، تا این رو به ما تذکر بدهد که اگر در مورد نماز میاد اقیم الصلاه، چطور به نماز اهمیت داده شده؟ گفته اقیمو، ما در به پاداشتن نماز چقدر اهمیت میدیم. کلمه اقیمو آمده، برای ترازو هم کلمه اقیمو آمده است تا مؤمن دقت بکند که نگه من به نمازم میرسم، حالا ترازو کمی زیر و بالا شد مشکلی توش نیست. نه، همون لفظ اقیموی برای نماز، همون اقیمو هم برای بحث ترازو هم مطرح شده است. و خداوند قومی رو مورد تعذیب قرار میدهد، قوم شعیب، به خاطر عدم رعایت توازن در خرید و فروش که رعایت نمی کردن. جالب که در سوره شعراء وقتی خداوند نام انبیا رو ذکر می کند، فلان انبیا با کلمه اخ ذکر می کند، حالا لوط باشد، صالح باشد، نوح باشد، لیکن موقعی که نوبت شعیب میرسد به علت سنگین بودن جرم که در وضع دقت نمی کردن در حقوق دیگران، وقتی نوبت دیگران میشد وضع رو کم میکردن، مال خودشون میشد دقیق حق خیش رو میگرفتن. خداوند حتی شعیب رو به عنوان برادر اونها ذکر نکرد و بعد اون قوم رو مورد تعذیب قرار داد به خاطر عدم رعایت وضع. و مشهور است معمولا کسانی که در دنیا در قضیه وضع کردن حق دیگران رو ضایع میکنن، خیلی زود سزای عمل خیش رو میبینن، خیلی زود. این قضیه کسی که مثلا حق، در حدیث از رسول الله صلی الله علیه و آله شده که کسی که حق والدین رو به جا نمیاره، حق الوالدین است، عاق است در حق والدین خیش، قبل از آخرت در دنیا سزای اعمال خیش رو میبینه، به آخرت حتی نمیافتد. ولنذیقنهم من العذاب الادنی دون العذاب الاکبر، در دنیا میبینه. در مورد افرادی که میایم به اصطلاح فکر میکنه زرنگی در آورده، در میزان بیشتر گرفته، جنس رو گرانتر فروخته، زرنگی در آورده است، لیکن چه زوده است که همه اموال رو از بین بره. و این تجربتا کافی است شما زندگی افرادی که دست به این کارها میزنن نگاه بکنید چطور خواهد بود. حال گفتم بحث اساسی ما این نیست، به عنوان تذکر این رو گفتم، و الا بحث اساسی ما بحث اون میزان حقیقی هست که خداوند عزوجل در روز قیامت ترازی رو می آورد و اعمار رو کلا مجسم می کند. دقت به این قضیه بکنین، مجسم کرده و اعمار رو کلا وزن می کند خداوند عزوجل. و برای این ترازو و این میزان دو تا کفه هست، دو تا کفه حقیقی وجود دارد. و در روایت های از تابعین هم از ابن عباس رضی الله عنه با سند صحیح روایت شده که حتی زبان دارد، لسان ینطق، زبان دارد، سخن هم حتی میگوید، خود اون ترازویی که خداوند عزوجل قرار داده است. و اما بزرگی دو تا کفه که هم بازم در حدیث صحیح دیگر از رسول الله صلی الله علیه و سلم از سلمان نقل شده است، حدیث صحیح است که اشاره می کند که رسول الله فرمود یوضع المیزان یوم القیامه، در روز قیامت ترازوی میزان گذاشته می شود، فلو وزن فیه السماوات والارض لوسعت، اگر زمین و آسمان ها را همه بیان در یک کفه بخوان قرار بدن، همه رو در اون جا میگیرد. و به خاطر این بزرگی دو تا کفش وقتی ملائکه دیدن که ترازو به این بزرگی هست، از خداوند عزوجل سوال کردن به این بزرگی پروردگارا علت چی هست، برای چه کسی هست، اصلا عمل چه کسی میخواد وضع بشه؟ به این دلیل گفتن که فتقول الملائکه یا رب لمن یزن هذا، این ترازو برای چه کسی هست، عمل چه کسی رو میخواد وضع بکنی؟ که خداوند در جواب ملائکه میگوید لمن شئت من خلقی، برای هر کسی از خلائقم بخواهم این رو قرار دادم. مهم که شاهد در حدیث عظمت ترازو
و بزرگیش که اگر آسمان و زمین و آسمان ها در اون قرار بدهیم باز هم جایش در اون خواهد شد. بعد اینکه خداوند عزوجل اون رو قرار داد و مشاهده می شود، گفتم این تأکید روش میکنم تا یک موقع بعد یا میگم معیار سنجش هست، یک رمزی هست، این رو اصلاح بکنن. جز مسائل اعتقادی ما هست، جز مسائل اعتقادی هست. بله خیلی چیزها رو میشه با چیزهای دیگر اندازه‌گیری کرد، معیار سنجش ها شاید متعدد باشد، لیکن معیار سنجش روز قیامت دقیقاً کفه ترازو هست. اعمار رو خداوند عزوجل مجسم میکند. البته این رو بگم که میشه گفت اون چی که در این دو تا کفه وزن میشود میتونه عمل فرد باشد، عمل فرد باشه، میتونه خود فرد باشه که در آن قرار داده بشه و میتونه پرونده های اون فرد باشد. حال اختلاف نظرهای بین علما وجود داره، اشاره میکنم، لیکن الله اعلم شاید این قول یک مقداری مناسب تر باشد که در اون ترازو همه اینها وزن میشوند. مثال میزنیم از میان احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم. مثلا به عنوان نمونش از احادیث که اشاره شده، حدیثی است که عبدالله بن عمرو رضی الله عنه اشاره میکنه و حدیث صحیحی است که در روز قیامت خداوند عزوجل یکی از امت رو می آورد، فردی از امت رو آورده بر رؤوس خلائق، در جمع همه قرار گرفته است. خداوند پرونده های او را می آورد، پرونده 50 سال کم نیست. در طول روز اگر اون چه میگیم عمل میکنیم، میبینیم، میشنویم، میگیم، ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید، هر لفظی که از دهن انسان خارج میشود یادداشت میشود. حالا فکرش کن چه پرونده‌ای در روز خواهد بود، چند صفحه، و اگر این رو ضرب سال بکنیم و ضرب عمر 50 و 60 سال بکنیم چه پرونده‌ای خواهد بود. این است که اشاره میکنه پرونده‌ای برای اون بنده میآورن در حدود 99 تا پرونده، هر پرونده تا جایی که چشم کار میکند. یک پرونده به اندازه که چشم کار میکنه برای اون انسان است که در جمع خلائق کلشون قرار گرفته و حال خداوند عزوجل از او سوال میکند اتنکر من هذا شیئا، انکار میکنه بنده من از این 99 تا پرونده چیزی انکارش میکنی؟ اظلمک کتبت الحافظون، آیا اون کرامن کاتبین و ملائکه می نوشتن ظلم کردن، چیزی اضافی نوشتن در این پرونده ها؟ قال لا یا رب، مگر به خدا میشه گفت چیزی غیر از این گفت؟ هر چی نوشته شده حق است. پس جواب لا یا رب، همه اون چی نوشته شده است حق است. فیقول الک عذر او حسنه، خب در مقابل پرونده ها حسنات نیکی های هم داری؟ وقتی اون پرونده ها با آن سیاهیش میبیند میگن نه یا رب، بازم من پرونده و نیکی با این همه یه احساسی برام باقی نمونده است. لیکن خداوند میگه بله حسنه هست پیش ما، حسنه ای داری و اون حسنه امروز از اون استفاده میکنیم برای تو و هیچ ظلمی در حقت نخواهیم کرد. بعد به تاقی که کارتی رو در مقابل اون پرونده ها خداوند عزوجل بیرون میآورد، فتخرج له بطاقة فيها اشهد ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله. این جمله شهادت در کارتی به عنوان کارتی این انسان مسلمان نوشته شده، چون گفتین از امت رسول الله صلی الله علیه و سلم است. اون کارت رو میآورن، همه پرونده ها در جانب دیگر و اون کارت در جانب دیگر که میبینیم فکر نمیکنه این فرد یک کارت بدون در مقابل اون پرونده ها برتری پیدا بکند. لیکن فتودع السجلات فی کفه در یک طرف و البطاقه فی کفه و اون کار در جانب دیگر. فطاشت السجلات و ثقلت البطاقه، اما اون کفه بالا رفت و کفه‌ای که در اون اشهد ان لا اله الا الله و محمد رسول الله بود سنگین شد. اینه که در ادامه فرمود رسول الله فلا یثقل مع اسم الله شیئا، هیچی به نام خداوند سنگینی نمی کند. منظور از این حدیث اینه که حتی پرونده ها وزن می شود. اینجا پرونده ها وزن شد در این حدیث، یک خود فرد در اون ترازو وزن می شود. روزی عبدالله مسعود رضی الله عنه
اونطور خودش هم نقل میکند برای ما، میگوید به همراهی رسول الله صلی الله علیه و سلم رفته بودیم چوب عراق تهیه بکنیم برای مسواک زدن زیرا رسول الله هم تأکید روی مسواک زیاد میفرمودن، میشد با جمع با هم برن برای تهیه مسواک. میگه با هم رفتیم برای جمع‌آوری مسواک. در موقع کندن این چوب عراق و مهیا کردنش باد میوزید، باد از ساق پای عبدالله مسعود رضی الله عنه میزد و اون ازاری که پاش بود مقداری بالا ساق پاش مشخص شد. قد کوتاه بود رضی الله عنه و خیلی لاغر اندام، لاغر بود، جسما لاغر بود. وقتی باد ازارشو کنار زد و ساق پاش پیدا شد، دو تا ساق بسیار لاغر، فقط به قول معروف استخوان و هیچ دیگه نبود. صحابه رضی الله عنه خندیدن که چه ساق نازکی. رسول الله صلی الله علیه و سلم که متوجه قضیه نبود علت خندیدن چی هست، فرمود مما تضحکون، علت خنده چی هست که داریم میخندین؟ در جواب گفتن که یا نبی الله من دقت ساقه، از اینکه این همه ساقاش این همه باریکه، تا این همه لاغر است. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود والذی نفسی بیده، قسم به کسی که نفسم در جان من در دست اوست. نوعی از قسمهای رسول الله صلی الله علیه و سلم میگونه است. قسم به کسی که نفس من به دست اوست، لهما، یعنی دو تا ساق عبدالله مسعود، لهما اثقل فی المیزان من احد. این در روز قیامت در میزان که بحث ما هست، میگه از کوه احد هم این دو تا ساقها سنگین تر است، پس خود فرد هم وزن میشود. بعضی علما گفتن شاید خاص بعضی صحابه باشه یا افرادی خاصی باشن، لیکن المهم این حدیث دلالت بر این میکنه که یک موقع خود فرد هم در اون ترازویی که خداوند قرار داده است وزن میشود. و اعمالی هم وجود دارد که طبعا وزن میشه. و به بعضی از نکاتی که در احادیث از رسول الله صلی الله علیه و اشاره شده که میتوند میزان رو سنگین بکند در اون لحظاتی که انسان احتیاج دارد و محتاج است، میبیند ترازوی جلو رویش هست که بحث مثقال و ذره رو دارد، حساب میکند، از هیچی نمیگذرد. پس دنبال عملی باید باشیم در این دنیا که بتونه میزان ما را سنگین بکند. و اونی که ما رو دلالت بر خیر کرده، اونی که همیشه برای ما دلسوزی کرده، اونی که همیشه امتی من میزد، ما رو راهنمایی کرده، به ما گفته است از چه چیزهایی، چه اعمالی، چه کردارهایی رو انجام بدیم تا بتونیم میزانمون رو سنگین بکنیم. بشنویم که رسول خدا صلی الله علیه و سلم در اینجا برای سنگین شدن کفه ترازوی ما چطور ما رو راهنمایی میکند. اولین نکته و اولین عملی که میتونه میزان توی مؤمن رو در روز قیامت سنگینش بکند، در حدیثی میخوانیم که رسول خدا صلی الله علیه و سلم اشاره میکند ان اثقل شیء یوضع فی المیزان العبد یوم القیامه، سنگین ترین چیز، این اثقل، سنگین ترین چیزی که در روز قیامت در میزان بنده گذاشته میشود سخت نیست چندان، حسن الخلق، خوش اخلاقی، برخورد متبسمانه، خشم خود را خوردن، با دیگران برخورد نیک داشتن، آمدن اوصاف رسول خدا صلی الله علیه و سلم در خود به وجود آوردن که خدا وصفش میکند انک لعلی خلق عظیم. این که دیگر سخت نیست ولی میزان رو بالا میبرد و در بهشت مقامی خاصی میدهد. یه موقع گوی سبقت از نمازها و صدقه ها هم میگیرد، خوش برخوردی. به این در حدیث میخوانیم که رسول خدا صلی الله علیه و سلم میفرمود انا زعیم ببیت، سه تا نکته اشاره کرد، فی ربض الجنه، فی وسط الجنه و فی اعلی الجنه. من ضامنم برای قصری برای انسان. در نکته اول اشاره کرد به جدال و مخاصمه که کسی که جدال رها بکند من برای او در اطراف بهش ضمانت قصری میکنم، و کسی که دروغ رها بکند اگرچه شوخی هم باشد ضمانت این رو براش دارم به قصری در وسط بهشت.
و بعد اشاره فرمود و انا زعیم ببیت فی اعلی الجنه و من ضمانت میکنم برای قصری در بالاترین نقطه های بهش. اعلی الجنه لمن میفرماید لمن کان خلقه حسنا، اونی که اخلاقش نیک است، برخوردش شایسته یک مؤمن است، برخورد نیکی دارد. و برعکس اشاره میکند که خداوند عزوجل انسان بد اخلاق و فحاش و بدگو که دهنش را نمیگیرد خوشش نمیآید، که در همون حدیث ادامه میدهد و ان الله یبغض فاحش البذی، و خداوند مورد خش قرار میدهد انسانی که زبانش به فوش عادت کرده، شوخیاش هم حتی فوشه، حرف زدنش هم بد و بیراه گفتن است، خدا این رو مورد خشم قرار میدهد. پس اولین نکته که میتونه میزان توی مؤمن رو سنگین بونه خوش اخلاقیت. باز هم اشاره میکنه در حدیثی دیگر که امام بخاری رحمه الله اون رو آخرین حدیث صحیح بخاری قرار داد. اگر انما الاعمال رو اولین نکته قرار داد که نیت رو اصلاح بکنیم، آخر انسان رو یادآوری میکند که غافل از خدا نشو، زبانت به یاد خداوند عزوجل تر باشد. اونم چه گفتار، چه سخنی آسان. میفرماید کلمتان حبیبتان للرحمن، دو تا کلمه هست که خدا بسیار دوست دارد. چه بسا بگیم چون نصف جمع ما این حدیث رو دوست دارن. کلمتان حبیبتان للرحمن، دو تا کلمه هست که نزد خداوند عزوجل بسیار محبوب است. و خفیفتان علی اللسان، و بر زبانم خیلی آسان است. اما با اینکه بر زبان آسان است لیکن در کفه میزان بشنو ثقیلتان علی المیزان، لیکن در میزان سنگین است، وزن خاصی برای خودش دارد. دو تا کلمه آسان، سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم. سخت است لیکن چقدر تلاش کردیم در میزان ما باشد. سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم جمله هست که هم تنزیه خدا میکنیم از آنچه که خدا لایقش نیست، از نواقص او رو دور میکنیم. سبحان الله و بحمده، همه ستایش ها رو لایق خداوند عزوجل دونستیم. به این دلیل علما میگه که علت این که این اذکارها و این نوع جمله ها یک ارزش والا دارد، علتش این است که هم ما بدی ها را از خدا دور کردیم، هم تمجیدهایی که لایق ذات خداوند عزوجل است رو برای او ذکر کردیم. اینی که بس اینم نکته دوم که میتونه وزن اعمال ما را در میزان ان شاء الله بالا ببرد. نکته بعدی که بازم در حدیثی هست که بازم در رسول خدا صلی الله علیه و سلم اشاره شده که فرمود الطهور شطر الایمان، پاکی نصف ایمان است. و الحمدلله تملأ المیزان، و الحمدلله هم میتونه، لفظ الحمدلله میتونه میزان رو پر بکند. تملأ المیزان، میزان رو پر میکنه. مؤمن صفتش این است، هر کاری رو با بسم الله شروع کرده و انتهاش رو با الحمدلله. اگر می نوشد بسم الله تمام شد الحمدلله. زیرا رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمود اگر لیوان آب به دست میگرفت میگفت بسم الله، جرعه می نوشید کنار میزد میگفت الحمدلله. دوباره جرعه قبل از نوشید میگفت بسم الله، دوباره کنار میگفت الحمدلله. 3 بار تکرار میفرمودن، 3 بار تکرار میفرمودن بسم الله و الحمدلله. زیرا بنده شکور چنین است. حال جا داریم ما اگر 3 بارم توفیقش رو نداریم، بسم الله اولش و الحمدلله آخرش فراموش نکنیم. میگم اگر 3 بارش هم نمیگیم، جا داره شکرگزار اون آب گوارایی که می نوشیم، اون لقمه هایی که نوش جان میکنیم و میخوریم، لفظ الحمدلله هم بنده شکرگزار هم میزان را سنگین کرده است. اینی که در گفتن الحمدلله هم قصور نکنیم. و حدیث دیگری که بعد از رسول الله هم نقش در این مورد میفرماید که از ثوبان از رضی الله عنه که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند که بخن لخمس، خوشا لخمس ما اثقلهن فی المیزان، خوشا بر اون 5 چیزی که در میزان ما اثقلهن چقدر سنگینی میکند.
چقدر در میزان سنگینی میکند. فرمود لا اله الا الله سبحان الله والحمد لله والله اکبر. این الفاظ گفتنی هست، الفاظ گفتنی آسان. لا اله الا الله سبحان الله والحمد لله والله اکبر. حالا ترتیبش پس و پیش باشه مانعی نداره. لفظ حدیث چنین است، من همونطور نقل میکنم. و اما چیز پنجم، یک مورد دیگرش از حالت ذکر نداشته باشد. فرمود والولد الصالح یتوفى للمرء الصالح فیحتسبه. زمانی که انسان فرزندی رو از دست میدهد، فرزند صالحی رو از دست میدهد، صبر و تحمل میکند. حرفی نمیزنه که خشم خدا در اون باشد، بلکه یحتسبه، میگه خب امانت خدا بود، خدا امانتش رو پس گرفت، راضی هستم به اون چی خداوند عز انجام داده، دیگر دست من نیست. این احتسابش، این صبر و تحملش در میزان حسنات روز قیامت این بنده خدا قرار خواهد گرفت. پس اینجا این نکاتی هست میگم از رسول خدا صلی الله علیه و اشاره شده در بحث خود اون دو تا کفه با اون بزرگیش که همه چیز رو وزن میکند. اینه که جا داره انسانمون در پی اون باشه که بیاد این وزنه را تا اون جایی که مقدور زیادش بکنه، تا کفه‌ای که حسنات است بچربد. فاما من ثقلت موازینه فهو فی عیشة راضیه، در بهشت برین. و اما من خفت موازینه فامه هاویه، اما اونی که این میزان برایش نچربد، کارش رو زار بکنه، فامه هاویه، تعبیر مادر میکنه فامه، یعنی آنچنان ملزمش هست در کنارش قرار عین مادر که چطور فردا در آغوش میگیره، جهنم این انسان رو هم در آغوش خواهد گرفت. پس جا در انسان مومن برای میزان دقیق که گفتم از هر ریز و کوچیک حساب میبرد خودش رو آماده بکند. بعد از میزان معمولا عنا بحث حوض رو مطرح میکنن که حوض رسول خدا صلی الله علیه و سلم است. البته جز موضوع تیتر نبود، من فقط اشارتا این رو میگم که حوض رو اکثر علما در اینجا ذکر میکنن. امام بخاری رحمه الله این رو بعد از صراط بیان کرده، لیکن الله اعلم شاید قول راجحتر بر این باشد که زیرا مردم از صحنه‌های قیامت 50,000 سال ایستادن، تحمل کردن آمده است، بحث حساب کتاب است، ترس میزان وجودش را فرا گرفته، تشنه است. اینجاست که احتیاج به آب دارد. چه آبی؟ آبی که حوضی هست برای رسول خدا صلی الله علیه و سلم، 4 گوشش به اندازه هم. اونجاست که انسانهای مؤمن میان و از اون آب می نوشن. گفتم این بحث بمونه به حول الله و قوة برای مجال دیگر، چون تیتر موضوع ما نبود. مهم از اینجا هم مؤمنینی خلاصه محروم میمونن به خاطر به دلایلی که اگر میگم مجال مون به حول الله و قوة بعد توضیح خواهیم داد. مهم که بعد از این مرحله، بعد از نوشیدن از آب، لا افرادی هم محروم میشن، به جهنم برده میشن، مرحله جلوتر میرود، مرحله‌ای که بگیم یک ظلمت و تاریکی هست و به دنبال اون تاریکی کوچک پل صراط. یعنی دیگر اعمال حساب شده بود، وزنم شد، خوبی ها و بدی ها دیگه دقیقا مشخص است، کی چه کاره هست معلوم و عیان شد. حال جلوتر میروند. تا اینجای بحث مؤمنین، متقین، منافقین، کفار، یهود، نصارا تا اینجای کار هستند. اما قبل از پل صراط دیگر قضیه از این به بعد تغییر می کند. از اینجا به بعد قضیه تغییر می کند، زیرا خداوند عزوجل در این جایگاه و این مکان می آید و افراد را از هم جدا می کند، امتها را از هم جدا می کند، مقسمشون می کند. بعد از این حساب و میزان. در صحیح مسلم میخوانیم، حدیث طولانی است، من به قسمتی از اون اشاره میکنم که در اون حدیث طولانی خداوند عزوجل ندادهنده رو میفرستد. اذا کان یوم القیامه اذن مؤذن، ندادهنده ندا میزند، لیتبع کل امت ما کانت تعبد. هر کس به دنبال هر چه عبادت میکرد، بتی بود، سنگی بود، هوا و هوسی بود، پول بود، خدایان دیگری بود، هر کس را عبادت میکرده بره. حتی یهود و نصارا هم میارن. خدا به اونها هم میگوید
یهودها میگن ما عزیر رو عبادت میکنیم، پس میگه دنبال عزیری که ادعا میکردین. نصارا رو میارن، میگم حدیث طولانی است، اونها رو میارن به همون گونه اینها هم برده میشون، کم کم جمع داره کوچکتر میشود. هر قوم اونهایی که ستاره پرست بودن، ماه پرست بودن، به دنبال خدایانشان هر کدوم جمع برده میشن به لبه جهنم تا ببینن صحنه های جهنم. در بدایت کار بزرگان اونها انتخاب شده و پرت در جهنم میشن و به دنبال اونها هر قوم با هر کس که بوده خواهند رفت تا اینکه دیگر کم کم جمع به قلت میرسد. یهود و نصارا رفتن، عابدان بت رفتن، عابدان اونهایی که پول پرست بودن، اعتقادی به خدا نداشتن، به هر چیزی اعتقاد داشتن برده می، ستاره ها، شمس، خورشید، ماه، هر چی بود برده میشوند. اونجاست که حتی اذا لم یبق الا من کان یعبد الله، نمیماند مگر اونهایی که فقط خدا را عبادت میکنند. پس صحنه در خالی میشود، من بر او فاجر، عبادت خدا میکردن ولی هنوز قاطیشون چی هست؟ فاسق و فاجر در میانشون قاطی هست. فساق و فجار وجود دارن، منافقین هنوز وجود دارن، چون هنوز پرده از چهره کثیف اونها برداشته نشده است. فکر میکنن هنوز هم میتونن همراه مؤمنین باشن. اونجاست که خداوند عزوجل ندا میدهد اتاهم رب العالمین سبحانه و تعالی فی ادنا صوره، خداوند قسمتی از خودش رو به آنها نشون میدهد به این جمع و سوال میکند از آنها فما تنتظرون، شما منتظر چی هستین که اینجا ایستادین؟ منتظر کی هستین؟ جواب داد میدهن که ما منتظر پروردگارمون هستیم. البته میشناسن خدا، اینی که یا ربنا فارقنا الناس فی الدنیا، ما مردم رها کردیم، خیلی مشکلات داشتیم، حدیث طولانی از میگم، و به خاطر تو رو عبادت کردیم و الی آخرش اظهار می‌کنه به درگاه خداوند عزوجل. خدا به آنها میگوید هل بینکم و بینه آیه، بین شما و اون خدایی که داریم میگین یک علامتی هست که بخواین اظهارش بکنین که شما دقیق خدا رو بشناسین؟ علامت بدین. در دنیا به شما گفته شده، خبر به شما داده شده، علامت بگین چه علامتی هست؟ که در جواب میگن نعم، ما علائمی هست که اون رو میشناسیم و اون علامت بحث آشکار شدن ساقی که لایق ذات اقدس خداوند عزوجل است. اونطوری که میگم لایق ذات خدا است، چگونه است ما نمیدونیم. فیکشف عن ساق، اونجا هست که خداوند عزوجل ساق خیش را آشکار میکند. فیکشف عن ساق فلا یبقى من کان یسجد لله من تلقاء نفسه، کلیه کسانی که سجده خالصانه برای خدا میکردن به سجده میروند. الا اذن الله له بالسجود، خدا اجازه سجده رو به او میدهد. ولا یبقى من کان یسجد اتقان و ریا الا جعل الله ظهره طبقه واحده، مگر کسی که ریاکارانه منافق وارانه در جمع مؤمنین بود، به قول خود سر دیگران کلاه میگذاشت، موقع نماز بود می اومدن اما در تاریکی ها از نماز خبری نبود، بر ضد مؤمنین سخن میگفت، حرف میزد. اونجاست که کمرش طبقا واحده راست میستد. مصداقش همون آیه قرآن است یوم یکشف عن ساق و یدعون الی السجود فلا یستطیعون. در اون صحنه های قیامت قبل از پل صراط است، مسئله حساسی برای عبور و رسیدن به بهشت. خدا ندا میدهد ساق خیش را آشکار کرده است، یوم یکشف عن ساق و یدعون الی السجود فلا یستطیعون، نمیتونن سجده برن. خاشعتا ابصارهم ترهقهم ذله، گرد و غبار ذلت و خاری چهره هاشون فرا گرفته است. و قد کانوا یدعون الی السجود و هم سالمون، در دنیاشون خواسته شد که نماز بخوانین ولی سجده نمی کردن، کرنش به درگاه خداوند عزوجل نمی کردن، سالم بودن. این است که اون دیار کمرشون راست می ایستد. و ابن عباس رحمه الله رضی الله عنه در تفسیر این آیه و توضیحش اشاره جالبی دارد، بگذارین ذکرش بکنم. می گفت چه بسا این آیه مصداق داشته باشد در مورد افرادی که به نماز جماعت خودشون سستن.
در مورد افرادی که تصور میکنن نماز جماعت نرسیدن مصداقی باشد اونهایی که سستی میکنن در نماز جماعت. بترسیم، وحشت ما را فرا بگیرد که سست در نماز جماعت نباشیم. مبادا در اون جایگاه خدای نخواسته به علتی بی اهمیت نگاه کردن به نماز جماعت، کارمون رو مهمتر بدونیم، عمل رو اهمیتی بیشتر بهش بدیم، به خاطر درهم و دینار دنیا، اهل و خانواده، نشستن کنار هم، شوخی کردن و جوک گفتن، با رفیق بودن و دوست بودن، از نماز جماعت بمونیم و در صحنه‌های قیامت همه سجده بکنن و کمر ما راست بیستد و نتونیم سجده به درگاه خداوند عز و جل بکنیم به بهانه‌ای که نماز جماعت سنت است. رفتیم فراموش کردیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم اون نابینایی که میآید و از او درخواست میکند که اجازه بده من به نماز نیایم، پیامبر به او اجازه داد. عبدالله مکتوم حرکت میکند برود، میگه بر بگرد، سوال از او میکند، صدای اذان رو میشنوی. بعد اینکه این عذرها را بیان کرد، یک، نابیناست، نمیبیند، دو، منزلش دور است، سه، در محلی که حرکت می تا برسیدن به مسجد رسول الله صلی الله علیه و سلم درختان متعددی هست، نابیناست، برخورد با درختها می کند. چهار، در اون اماکن چون باغ هست، محل کشاورزی هست، انواع حشرات، عقرب وجود دارد. و بعد راهبری هم که ندارم مرا راهنمایی بکند برساند. آیا اجازه هست به نماز جماعت حاضر نشوم؟ بعد که پشت گفت برگرد، آیا صدای اذان را میشنوی؟ میگوید بله. میگه نه، پس باید حاضر بشی. حی علی الصلاح و حی علی الفلاح به گوشت خورد، به نماز جماعت باید حاضر بشی. خلاصه این تفسیر ابن عباس رو در مورد این آیه فراموش نکنیم. و اما اون صحنه سعی می‌کنم سخن طولانی نشه، اما آخرین قسمت این بحث که خب پل صراط میموند ان شاء الله برای جلسات بعد به حول الله و قوته. اما بازم قبل از این پل صراط است که در این جایگاه که گفتیم کم کم بازم چهره ها هویدا می شود، مشخص می شود کی متقی بوده، کی با تقوا بوده، کی برای خدا کار کرده، کی برای لله بوده، کی ریاکارانه عمل را انجام داده است، برای تعریف مردم بوده، برای پدر بوده، برای مادر بوده. اونجاست که صحنه ها آشکار می شود. خطاب میکنه خداوند عز و جل به رسول خیش: یوم تر المؤمنین والمؤمنات یسعى نورهم بین ایدیهم و بایمانهم بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانهار. روزی که میبینی زنان و مردان مؤمن یسعى نورهم بین ایدیهم و بایمانهم، نورهاشون در جلو روشون قرار گرفته است، چپ و جلو روشون راستشون قرار گرفته. نورهم یسعى بین ایدیهم و بایمانهم، با روشنایی آثار وضو و تقوا و اخلاصشون جلو می روند. فرشته ها به استقبال می آیند. بشراکم اليوم، چه چیزی هم بشارت، مژده چه چیزی هست؟ جنات تجری من تحتها الانهار، بهشتی که در زیرش نهرها جاری هست، خالدین فیها، برای ابدالآباد در اون میمونن و اینم رستگار حقیقی است. ذالک هو الفوز العظیم. ولی در اون دیار، در اون قبل پل صراط، انسان هایی هستند که رسوا میگردن، چهره های اونها هویدا میگردد، مشخص میگردد که چه کاری بودن، چه کردن. یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم. روزی که زنان و مردان منافق و دورنگ و درو ندا میزنن، چه میگوین؟ صدای چه کسی میزنن؟ للذین آمنوا، برای صدای متقین و اهل ایمان میزنن. اینجا سرشون کلاه گذاشتن، آیا میتونن اونجا هم کلاه بگذارن؟ چه صدایشون است؟ انظرونا نقتبس من نورکم، نورشون خاموش شده است، آثاری از وضو وجود نداره. پل صراط هست، تاریکی هست، پس چه کار بکنیم؟ همونهایی که در دنیا در کنارشون صداشون میزنن. انظرونا، منتظر باشین، لحظاتی تحمل بکنیم. نقتبس من نورکم، از نور شما بگیریم. اما جواب چی هست؟ جواب چی هست؟ قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، برین، دیار نور تمام شد،
جای نور گرفتن و تقوا جای دیگر بود. اونجا رو پشت سر گذاشتین. اگر میتونین بر بگردین، لیکن یا حسرتا، مگر جای برگشت وجود دارد؟ مگر میشه برگشت؟ قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فضرب بینهم بسور له باب باطن فیه الرحمه و ظاهره من قبله العذاب ینادونهم الم نکن معکم. خدا دیواری بین اونها و مؤمنین قرار میدهد. مرحله بعدی فقط مخلصینن، فقط مؤمنینن. دورنگ و دوروها پشت این دیوار میمونن. ظاهری زیبایی دارد لیکن پشتش به جز عذاب خدا چیزی نیست. بازم وقتی دیدن با خواهش و التماسی فریاد میزنن ینادونهم الم نکن معکم، الم نکن معکم، ما که همراهتون بودیم، سر یه سفره می نشستیم. قالوا بلا، بله بودین، لیکن چی کردین؟ ولكن فتنتم انفسكم وتربستم وارتبتم وغرتكم الاماني حتى جاء امر الله وغركم بالله الغرور. در آزمایش ها کم آوردین، شک و تردید در دین، در عقاید خودتون و نفس و قرارداد. میگم در فتنه های متعدد، نقشه ریزی برای مؤمنین، تربستم، همه اینها و اینکه دنیا شما رو مغرور کرد، شما رو به این روزگار انداخته است. فالیوم لا یؤخذ منکم فدیة ولا من الذین کفروا مأواکم النار هی مولاکم و بئس المصیر. چه بد جایگاهی خواهد بود. این تا اینجای صحنه های قیامت است. اون چه بعد از این میماند و عبور پل صراط مختص مؤمنین است. هار در پل صراط چه رخ میدهد؟ پل صراط چی هست؟ چگونه از اون عبور میکنیم؟ چه اعمالی بازم میتونه ما را از اون پل که ورود به اون حتمی و لازمی هست، و این منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا، عبور حتمی خواهد بود. چه باید بکنیم؟ به حول الله و قوته. ان شاء الله این بماند برای جلسات فیما بعد که جز موضوع خواهیم قرار داد و به همین صورت ان شاء الله جلو خواهیم رفت. خدا به ما توفیق بدهد مخلص درگاهش باشیم، بنده خالصی باشیم که به لطف و کرمش ریاها را از ما دور بکند. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، اللهم طهر قلوبنا من النفاق، اللهم طهر قلوبنا من النفاق و اعمالنا من الرياء و السننا من الكذب و اعیننا من الخیانه فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة وارزقنا خيرات الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم اجعل موتنا في سبيلك يا رب العالمين مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بگو آیا کسانی که میدانند و کسانی که نمیدانند برابرند؟ همانا تنها خردمندان پند میپذیرند.